انشاءالله که به خیر است. با من میروید محترم پدر. کمیسر امیر افیگیل در خدمت شما سرکمیسرم. سلام پدرم، آزادی مبارک. شکر که همش گذشت. سلام میرویم، ما رو انتظارم. مایلش، لیکن این اتوبوس از کجا پیدا شد؟ شکر که شما رو صحت سلامت ببینم پدر. انشاءالله خوب می شود. نباهت خانم در خانه انتظار است. مگر شما نگفتید که نباید؟ مهم نیست. خیر گفتم برای نآمدنش نه، برای فرمان برداریش ایران شده. همون نباهت خانم نیست مگر؟ در اینجا درخت شده ریشه دوانده باغ‌های خیریدی. شکر خدا که شما رو دیدم. برو شب بزر به این طرف بگیر بشید. دست پا کودکم رو کجا ماندم؟ این را بگیر. چرا باز گریه میکنی؟ این مراتب از شادی است آقای خیریدی. شکر خدای تعالی. پدر مون گریه کند. این اشک شادی است. خدایا خداوندا به من قوت بده. توبه، قریب بود که فراموش کنم. کلچه قندی دوست داشته تو. گیرید از گیاه است. این از چی گیاه است؟ در خانه میخوردین؟ ساعت 5 سحر خیسه تیار کردم. گیرید اکنون به خاطر من. امیر با تو کلچه قندی هم پسرم؟ نه مادر، آخر ماشین رانده ایستادم. مایلش پسرم نباشد در خانه میخوری. نبیراهایم در مکتب هستند. کدام نبیراهایم؟ چخیل کدام نبیراهایم؟ باچه بابایم به خونه می آید؟ البته می آید پسرم. انا آمدم. استقلال دوید آمیدم. انا نبیراهایم. نبیراهای شیرینی من. نبیراهای من. آزادی مبارک پدر. رحمت دخترم. کنی بیایی اویستا. بیا جانکم بیا. بابا جان برای ما چی آورده؟ سخنهای این کودک رو ببینه. توبه کردم خدایا. بابا برای ما چی امینا آورده؟ جان ای بس. باباید از سیاحت نامده است. التماس به نبیراهای من کاردار نشوید. توفه ها در بغاجم. نبیراهای شیرینی من. آرام شم دخترم اینقدر نجام. باز چرا ایستاده؟ شرف تو هم آمدی؟ آمدم. 1 ساعت است که انتظارم. با خدا نمی آید گفته خرید که روم. آزادی مبارک. تشکر زیاد. شکر کردم. سریر نیست مگر؟ نه اکا جان. این اتوبوسی خطسری سریر نیست مگر؟ این اتوبوس خطسری اویلوی ما هست اکا جان. ببخشید اکا. اجازت دهید. بروید اکا جان. بروید. مایلش روید. در اصل بیچاره رو با خود میگرفتیم. خوب نشد برای ما میرفت. تو میده حکل بودی اکنون کلان شده ای. کلان شد بابایش. شکری خدا. امیر پیش از خانه رفتن باید به دیگر جا روی. حالا ایست آقای خیردین یک مسافر دیگر داریم.
در را بپوش. امیر در را بپوش میگویم، نمیشنوی؟ آقای خیردین تو چی کار میکنی؟ او هم فرزند توست. میرویم امیر. احتیاط کن. آقای خیردینی خیل نمیشود. یه شهر هم بیسری تو. بیچاره با گل آمده است. گناه است برگشت رود آقای خیردین. خدایا به من صبر بیده. بیسرم ماشین رو نگاه دار، من میفرایم. مادر جان وقتی این نیست. ماشین رو نگاه دار، میفرایم. فرزندم رو تنها نمیگذارم. مادر شد در این موضوع بدتر گپ میزنیم. ایست گفتم، ماشین رو نگاه دار. سرم مادرت ایست میگوید. هیچ دیگر نشدی آقای خیردین. به قبرستان میرویم سرم. آمین. میرویم بچه ها. رفتیم آمینا. فریده تو با ما بیا. السلام علیکم بابا ادریس. حقت را حلال کن. به جنازت آمده نتوانستم، اجازت ندادند. ایدریس اکسوی. بیبی جان ایدریس اکسوی کیست؟ خش بابایم است. نه خشش نیست. بابایت رو خوننده است و کلان کرده است. پدر معنویش. این مراسم کی تموم می شود؟ آخر کارو بار داریم. جرن زندان بون مثل آمینه مشود مثل تخم دوگانک مشودم. یک تخم دوگانک ممکن همین خیلی میشد.
کاش که زنده می بود دادشاه. اون وقت من 2 خواهر می داشتم. نوبت گرفته بودید لیکن دیر که کردید نوبتتون رو گرفتن. 10 دقیقه دیر کردم. انصاف کنید ها. افسوس. حالا نوبتی خالی نیست. بعد از 2 ساعت بیایید. اوجا باز به اینجا میاییم. افسوس که همین خیل دخترم. بیا رویم. در بیرون یکان چی خوره؟ چی خوروب میخوره؟ گوشت بریان میخوری؟ مالش. شرف امینا کجاست؟ نمیدونم. کمی پیشتر در همینجا بود. فریده خودش چی گفت؟ امینا رو میکوبم. امینا یا خودک را صاحبی کردن نمیتواند این کریم. امینا کجایی تو؟ خدایا آمینا 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 در کجا میگردی؟ ما رو ترسوندی از آخی. دنبال گربه رفتم. گربه بود. این کارو ببینم. سلام نباید. غالب تو اینجا چی کار میکنی؟ یگان چی میدونن؟ نه کاری کرده ای مرو و نه کاری کرده ای تو رو. خواطر نشوی همه شود. بیبی جان دستم درد کرد. میدونستم که روزی بر آمدن از قبر پدرم را زیارت میکنی. به این هم رحمتی وقتی مرگ تو را زیاد میپرسید. بله از این خیلی وقت گذشت. وقت به مثل آب میرود. ما را هم پیش پیشش میبرد. ببخش که به زندان آمدن نتوانستم. هیچ گپ نی. همین آمدنت بسنده است. آمینا آچه دخترم تو در کجا بودی؟ همین جایم. کنی گپ زن در کجا بودی؟ در کجا بودی؟ از دنبال خیرید این وقتت را بیهوده نگیرم. امروز روزی خوشبخترینی توست. یگان روز میشینیم روزهای گذشته را یاد میکنیم. نصیب غالب انشاءالله. مادر کی بود او؟ همین خصلت خاموشانه نزدیک شدن سخت ترسوندی مرا. پسر ادریس بابا با پدرت برادری جانی حتی یک وقت از برادران خونی هم بالاتر بودند.
این طور که باشد پس چرا باری هم رویش رو ندیدیم؟ برای که راههایشان به هر طرف شدند. یکی خواند پلیس شد، دیگرش محصولات پلیس. آن مرد کی بود پدر؟ از دوستان دیرین دوستی قرینم. به من ده پسرم، خودم میریزم. بسم الله. تشکر. فریدا بیا برای امیر چای برس. نه انگار تشکر. پسرم یک چای دیگر می نوشیدی؟ تشکر مادر جون، من در حال باید بیرم. پدر جون یگان امر دارید؟ استغفرالله پسرم، خدا نگهبانت. شما را خدا نگهبان. مالش پسرم خیر. من میبینم پسرم، تو رو. خیر خیر. مایلش مادر جان. لبای نباید خانم. لبای منم. من گل اثر. اوه خدایا توبه. باز چی میخواهی؟ نبیره در کجاست؟ چه نبیره؟ کدام نبیره؟ از برای خدا چی میگویی؟ از سحر باز با من هستند. من هم از همین خواطرم. امروز در بیمارخانه نبیره دیگرت را دیدم. آنها در اینجا چیکار دارن؟ گل سر من نمیدونم، از چیزی خبر ندارم. باید که در ازمیک میبودن. لیکن آنها به اینجا آمدن. در بیمارخانه دیدم. خدایا فریده هم به بیمارخانه میرود. ایس تلاش نکن در حال. بر وقت رفتند. لیکن کاری کرده آنها را از این اطراف دور کن، فهمیدی؟ گل سر چی دیوانه شده مگر من میخواهم که آنها اینجا باشند. یاسین سیر شدی پسرم؟ زود باش به مکتب دیر نمونی. از روی مکتب میگذاریم تو رو هم میبریم. چی؟ این زیبا یک امروز به مکتب نمیرود؟ نه بابایش، این دختر زیبا از سوزن دارو گریخته است. امروز باشد به بیمارخانه میرود. از سوزن دارو گریختی؟ بخیر است خانم؟ هیچ گپ نیه، به فکر فرو رفتم. اکا تو سوزن دارو گذروندن؟ البته گذروندم، من نترسیدم لیکن درد میکنم. یاسین کودک رو نترسان. زودتر باش که دیر میکنیم. زودتر. مادر جان من که آمدم همه‌اش رو جمع میکنم. به شما ایستی های تشکر. رفتیم پسرم. فریده زود رفته برگرد، در خانه کار است. مایلش مادر جان. آقای خیردین همین هم کار شد مگر؟ بخیر است نباید. در نزد پسرهایم و کودکام رو پست زدی. ماشین رو من کردند و در رو کشودند. همین دیگر و دیگر. این موضوع را یک شما نباید. خود را داشتن نمیتوانم و دلت رو میرنجانم. آقای خیردین او پشیمان شده است. عذر پرسی آمده بود مگر نتوانستی که او رو ببخشه؟ وقت بهترین دواست. صبر میکنیم. اگر در حقیقت پشیمان شده باشد از گناهش میگذریم و میبخشیمش. حالا همین طور گوی. بیرون میبرایم.
دیر نکنی باز. نه دیر نمیکنم. یک هوای تازه میگیرم و وقتی برگشتن سرتراش خانه میدم. مایلش. پیسرم تو مرا دل زند میکنی. فرخنده و جرین در اینجا چیکار دارن؟ خب مایلش من میآیم. آجا جان التماس سوزان روگر دخترم روگر در نمیکند نه ترس مثلی که برش میگذد زود دردش میگذرد. روگر دخترم مرا عذاب ندید. سلام اپای گلسر. سلام فریده بخیر است خدا شفا دهد. نه اپا شکر خوب هستیم. دخترم را آوردم برای سوزاندارو گذراندم در مکتب سوزاندارو گریخته است. جونکی من مادرش شما نادرست فهمیدید. این دختری کلان شده است نمیترسد. همین تبنی آمینه. فریده خیلی دختری زیبا شده است. مادرت به تو گفت که تو در اینجا تولد شده ای. در وقتی تولدت من هم بودم. خواهرم هم در همینجا تولد شده است اما او در جنت است. آجی هم گفتند. البته در جنت دو فرشته یکی تولد شدید. یکی اتون اینجا ماندید دیگری به جنت رفت. شما را در آنجا انتظار است. مایلش من وقتتون رو نمیگیرم. روگر جانم. آجا جان من دیگر نمیترسم چون که من دختری کلان شدم. آفرین دختری من. دخترکی من کلان شده است. دختری من کلان شده است و نمیترسد. همین خیلی نه نمیترسم. آفرین دخترکی خوشرویی من. آمینه افگین آجا جان سختر میابا. کنی بیا زیبا یگون جایی ترس نیست. دختکی من است. تشکر. آجا خدا شفا دهد. سوزاندارو را گذراندیم. رحمت سلامت باشید. آجا سخت دریافتم. امینه دخترم تو اینجا شین. من در حال برمیگردم. مایلش یگون جو نرفت. مرا انتظار شد. کردیم پگاه در همین ساعت بیایید تشخیص رو دیده و بعد زیر سنجشی خوب قرار میدهیم. رحمت آقای دکتر تشکر. رفتیم دخترم. سلام دختری زیبا. کنی بگو تو چی نام داری؟ جرین. جرینم دارم. تو اینقدر زیبا هستی. کنی بگو تو چند ساله ای؟ 7 ساله؟ با تو چی شده است؟ بیمار هستی مگر؟ گلو درد است. امروز تشخیصش رو تمام کردیم. پگاه اماکی دخترش رو دیدن میآیم. همین طور نه دخترم؟ خدا شفا دهد. تشکر. برای کار راه گرد دخترم.
آمدم دختر جانم آمدم. فریده کودک رو تنها مونده کجا رفتی؟ اپای گل سر یک دخترک رو دیدم مثل اومینه. فکر کردم که خیر بعد چی فکر کردی؟ هیچ دنبالش رفتم اما ناآمد. اپا اون کودک با اومینه چنان مونند بود که دخترم خیال کردم. ای فریده تو چی ها میگویی؟ این چی خیلی سخن است؟ مثل اومینه بود و خیر. کودک ها با یک دیگر موننده. ممکن امروز دردی تولدت رو به یاد آوردی. اصول نیست یکی از دوگانیک ها را وقتی تولد از دست دادی. انسان آن چی را که دیدن میخواهد بعضا فکر میکند که دیده است. شاید نمیدونم. شده کنون خودت رو به دست گیر. بهترش به خانه رو و استراحت کن. رفتیم اومینه. لابای من گل اثر. باز چی شد؟ کاری شدگی شد نباید خانم. فریده دختر را دید. دید میگوی؟ رفته بودن گفتی. تو نگفتی که رفته بودن. من از کجا دانم؟ رفته بودن باز آمدن. فریده دختر را دیده است. گل اثر تو چی ها میگویی؟ حاضر همینجا بیهوش میشود. ای سرم شو. فریده کودک را دیده است اما نزدیک نشده است. من گفتم که مانند کردی. موضوع را محکم کردم اما شبهه پیدا کرد. گل اثر اگر کارمان آشکار شود خیریدین مرا میکشد میسوزم. میدونم نباید خانم. این مراتب از سوختن خلاصت کردم. لیکن مراتب دیگر چی میشود؟ ممکن به وجدانم مغلوب کردم. چه گفتنی هستی که همه رو فاش میکنی؟ میگویم که خالگی معنویات انسان را تنها با کمک مالیوی پر کرده میشود. گوش کن مرا خانم، به قدری کافی به تو مبلغ دادم. حاضر برای خاموش ایستادنم 1000 لیره بس است. دیگر ندارم. با یشر هم گپ میزنم. من اونها را از اینجا دور میکنم. فریده حقیقت را فهمد چی میشود؟ یک فکر کنید. در جایی که مبلغی کم پرداخت کردن است چرا پرداخت بزرگ را انتخاب میکنید؟ نباید خانم گفته هایم را فکر کنید. مالش سونا جان، سلامت باشی دخترم. مالش دیدی جان انا بینید ما آمدیم. سوزان رو گذروندن. انا بینید در اینجا سوزان رو گذروندن لیکن درد میکنم. بوسا کنم دردش گذرد. دردش گذشت دخترم. بیبی جان تو بالا برو کمی استراحت کن. مالش. مادر امروز در بیمارخانه یک کار عجیب شد. باز چی شد؟ یک دختر رو دیدم گویا چی؟ گویا که دوگانه که آمینه بود. خدایا توبه کردم. حتی در بیداریت خواب دیدن رو سر کرده ای. دخترم 7 سال شد. اکنون این رو قبول کن آخر. اما اگر دخترت رو میدیدی چنین میگفتی؟ آدمان به یک دیگر مانند میشوند. مادر این مانندی نیست. پگاه در همین ساعت باز به بیمارخانه میآید. خواهید اگر رویم با چشمانتون ببینید. تو چه ها میگویی؟ کودکانی مردم رو نظارت کنم؟ یک چی رو عیب میگویم. مادر کلی خیال کردن رو یک طرف گذار و خوراکی شام رو فکر کن. من کار دارم. 1 ساعت پس میآیم. سلامت باش. خیر. چی شد مادر؟ در تلفن اونقدر نفهمیدم. جرین در اینجا چیکار میکند؟ فرید امروز جرین رو در بیمارخانه دیده است. کودک در بیمارخانه چیکار دارد؟ زنی تو در کجاست؟ من از این کار خبر ندارم. چی خیلی خبر نداری؟ نمیدانی که زنت در کجاها میگردد؟ این دختر باید در ازمیر میبوده؟ کارها اونقدر خوب نیست. چی خیلی خوب نیستن؟ مادر ما جدا میشویم. خانه رو هم خالی کردیم. فرخنده بعد از چند روز نزد مادرش به آلمان می رود.
من در مهمانخانه میمانم. جرین چی میشود؟ دختر که من است. تشکر. یاشار چی اینقدر فکر داری؟ این خیلی نمیشود. جرین رو به فرخنده نمیدهیم. کودک خونی ما است، جانی ما است. مادر، فرض کردیم که جرین رو گرفتیم. چیکار میکنیم؟ در خانه چی میگوییم؟ در اصل دوگانی که آمینه نمرد و یاشار کودک نداشت و او دادیم. همین طور میگوییم. نمیدونم پسرم. میمیرم و نبیرم رو نمیدهم. زند یکون روز شوهر کند. حالی نبیرم چی میشود؟ نمیشود پسرم. دلم نمیبردارد. مادر قبول کند من. جرین را گرفتن خطای کلان بود. خدایا خداوندا. دختر در یک شهر کلان گشت و با مادرش روبرو شد. باورم نمیاد. احوالمون رو ببین. همه‌اش رو برای تو کرده. اویلا پروکنده نشود. یک کودک داشته باشید. لیکن باز پروکنده شد. حاضر شرم نکرده در مقابلم ایستاده گناهگار را میکنی. مادر جان خوشرویه که من با من جنگ نکن. من شما را گناهگار نمیکنم. تنها گفتنیم که پسری دادرم را دزدیدیم. باز گفته مرده است. مادر جان اگر این حادثه فاش شود پدرم هرگز مرا نمیبخشد. عاقبتمان بخیر شود مادر. یاشار بخشیدن رو مان. هر دویمان رو ریزه میکنند. اول مرا بعد تو رو. ممکن اول تو رو. گوش کن مرا. پدرت هرگز این مسئله رو نباید داند. فریده هم دیگرها هم. باز گل سر بلای سرمون است. پول میخواهد. اکنون چیکار میکنیم؟ از کجا دانم؟ چیزی که حاضر میدونم جرین رو از فرخنده گرفتن است. دیگرش رو بعد فکر میکنیم. به تلفنم جواب نمیدهد. پگاه وقتی نصف روزی به بیمارخانه میرفته است. تو هم رفت کار کن که کارو حل کنی. مرا فهمیدی یاشار؟ بر سر فرزند آدم هرچی آید بگذرد. سال هم باشد میگذرد. این را از نفر پرس که زندانی شده است. بله. اکنون به چیکار مشغول میشوی؟ یگان نقشه کاری داری؟ نه دوستم، بعد اینقدر سال ماه. البته احتیاج نداری. پولت زیاد. نفهمیدم چه پول؟ نه که هیچ گپ نه. معلوم از به خانه کلان گذاشتید. بعد آوازه شد که در صورت حسابتان پولی کلان یافت شده است. این گپ را از کجا برآوردی؟ روزنامه ها نوشتند. یعنی در اصل چنین آدم نبودنت را میدانیم. به هر گپی شنیده باور مکن. تو میدانی این مقار را. سلام علیکم. حیف با تو.
پدر آمدم مرحمت. چی گپ شده است؟ پدر دخترم با من آب بیار. پدر خوب هستید؟ کلی این پدرت آب پرسید. حاضر. توبه. چی شد؟ به فکرم سرتراش کمی پدرم را عصبی کرده است. نباید. قرضی این خانه، تو قرضی بانک را چگونه پرداخت کردی؟ با کدام پول؟ آقای خیریدین چند بار گفتم خاله در تیره بودم و فوت کرد، زمینی که حقی من بود فروختم. چی شد؟ از کجا برآمد باز این گپ؟ نفهمیدم. همان خاله ای که معیوب بود همین طور. نامش چی بود؟ زینب بود؟ خاله زینبم. همه میگویند. مانت گفتن گیرند آقای خریدین. دهانی مردم خلطه نیست که محکم بندی. همین خیل علمم میکند. من را که در عمرم باری هم بخوانم لقمه حرام ناوردم، به خیانت کاری و رشوه خوری و هیله‌گری تهمت کرده زندانم کردند. درد میکند. میفهمید درد. پدر امر کن نفرانی که شما را تهمت کردند موافق قانون به جوابگری کشم. تا این وقت خاموش ایستاده چیزی نگفتید. پرونده اتان را دیدم. هر کسی که نسبت شما شاهدی داده است شاهدی مخفی گفتن نامش را پنهان کردند. اجازه ده پدر، مجبور نیستی که زیر تهمت زندگی کنید. پسرم من آنها را به خدا سپردم. پدر بی سبب سالهای دراز زندانی بودید. سالها به پدر ماندیم. بدترین گناه به جزا ماندن جنایتکار است. امیر، از همه خوبتر مرا تو میفهمی پسرم. اگر در جستجوی ناحقان شوم بر خشمم مغلوب میشوم. پدر پسرم، خداوند با صابران است و ما صبر میکنیم. ما تنها به خدا اعتماد میبندیم، صبر میکنیم. خداوند با عدالت است، بگذار حکم آنها را خودش برآورد. پسرم پدرت راست میگوید. کارهای افلاس هستی. کی میداند در این بازی کیها هستند؟ در این سن و سال به سرمون بلا نآوریم. به این هم تا بس گفتنمون گریه کردیم. شد بچه های عزیزی. کنی باشه شما رو بید من حاضر برایم. خوش آمدی شرف، خوراک تیار است. بچه ها کنی بیایید. بچه ها به نزدی بابایتون روید. چی آوردید بابا جان؟ بازیچه است؟ ها بازیچه است. این را خودتان ساختید بابا؟ من ساختم. راست میگوید؟ براستی شما ساختید؟ و پدر اینها رو چگونه ساختید؟ اینقدر زیبایند. در زندان استاریزانم شخصی بود، از او آموختم. بابا جان شپرک همه سازید؟ البته می سازم، لیکن به عوض هر بازیچه از شما بوسه می خواهم. فریده شپرک رو یک طرف مونو خوراک رو بیار. مالش کجا افتونده؟ مرغی حیران شده. کودکو رفته دستایتان رو شده زود بیار. یا توبه. عیب نیست مگر زنک در نزد کودکا از پسش سخنهای بیجا میزنی؟ در رویش هم میگویم. آفرین،
خوب کار کرده میتوانسته. اهلی خانه دسترخوان تیار، زود بیاید، پدرتان انتظار. کنی زود. دستهایتان رو شسته؟ بله شسته. پدر آمده مادر جان. زود باشد، شوربا خنک نشود. آها چی بوی خوشه. آجا جان با من دی. با اشتهای تو. مرحبا دخترم. یا خدا. تشکر. مادر جان کسی رو انتظارید؟ نه جانم، کی رو انتظار شوم؟ شد به همه اشتهای تو. اشتهای تو. و شما با اشتهای تو. کنی رفته بین کی اومد؟ کیست دخترم؟ به همه اتان اشتهای تام. خوش آمده پسرم. خوش باشید. مادر جان باز با مزه پختید. سیرش رو نمیگویید؟ شد. شما چی؟ انا ببینید با شما چی آوردم؟ لیکن پس از خوراک فهمیدید گیر زیبایک. به او یگان که دعوت نامه داده بود. پدر من یک نام دارم، یشر. شما گذاشته بودید فراموش کردید. بله من تو را فراموش کردم. اما من شما را فراموش نکردم. تو تنها مرا نه، تمامی آیله را فراموش کن. آقای خیردین، اونها جوانند، خطا میکنند، از ما بخشیدن میآید. بیایید بچه ها باش خونه رویم. رفتیم. چی میخواهید پدر؟ چیکار کنم؟ پیش پایتان خودم رو پرتایم؟ اگر چونی کنم مرا میبخشید. من پسری شما هستم، نه اینکه دشمنتان. پسری من آیلش را پرتافته نمی رود. پسری من بی اجازت والدین آیله دار نمی شود. پسری من در نبودن من مادر و برادرهایش را نگهبانی می کند. پسری من دنبال زنش شده آیلش را فراموش نمی کند. آقای خیردین خواهش میکنم از گناهش گذار. پسرت خانه آمده است، امکان بده به او. به این هم حیات آیلویش تمام شد. یشر جدا می شود. دردی سر باز می آید. زنش که از در بیرونش کرد، انا آن وقت آیلش را یاد کرد. در کوچکی ماند خانه آقای خیردین، لیکن پدرش به یادش آمد. پدر به من امکان دهید، من همش را اصلاح میکنم. تو همه امکانیت های را استفاده کردی. دیگر تو در این خانه جای نداری. اینجا مکانی بی‌ناموسان نیست. ای بس پدر، تو با کدام رو به من از عیب سخن میکنی؟ این آیله در وقتی به تو احتیاج داشتن کجا بودی؟ آیله بس است. شما در کجا بودید؟ اکا با ما سالهای دراز درس اخلاق دادید. این گناه آن حرام دیگرش عیب. بعد چیکار کردید پدر؟ چیکار کردید؟ چیکار کردن؟ یشر کارهایی که نکن گفتید خودتان کردید. دروغ است. شما باز درباره آیله سخن میگویید. شما که زندانی بودید فکر ما رو کردید. حالا هم به مردم نگاه کردن نمیتوانیم. حالا هم شرم میکنیم بیرون برایم. از برای شما شرمنده شدیم. دو شو از اینجا. اکا امیر مرا سرده. یشر پسرم،
من از پسش میروم. چشمانت رو کلان کشیده با من نگاه نکن. اکا امیر منو به حالم بذار، از پس کارت شم. شد اکا، درباره دیگر موضوع گپ میزنیم. بیا. من مردی چند ساله هستم در این سین و سال. مرا پدرم زد امیر، زد. اکا شما هم سخنهای ناجا گفتید. بیا شین سری قهوه گپ میزنیم. لیکن پول قهوه را تو میدی. شد مایلش بیا. من یگان ذره باور ندارم که پدرم گناهگار است. یگان ذره. لیکن باری هم دهانش را گشاده نگفت که بیگناهم. چی خیل نگفت؟ گفت اما کسی را زاره و تعالی نکرد. گویا او را نمیدونی. مرا باید نمیزد امیر. من مرد چند ساله ام. زاره هم کنن دیگر به آن خانه نمیروم. سخنهایی که با پدر باید نگویند شما گفتید. باز چی هم میکرد؟ پدرم در راه 5 دیرم هم یابد صاحبش را میجوید. از گرسنگی میرد، به حرام دست دراز نمیکند. اگر ما فرزندانش او را نشناسیم پس کی میشناسد؟ به زدن حق دارند. تو هم پسری همان کسی آخیر. شما پسری او نیستید؟ دادرم او مرا هرگز در جای فرزند نمانده است. امروز خودت پدریش را دیدی، شلاق را خورده. این خودش چی گپ تیمور؟ با پدرت گفتن حالا بر وقت است. یکدیگر رو نمیشناسیم. ما هست که میشناسیم. کجایش بر وقت است؟ تو پدرم رو نمیشناسی. گپزنی همان را فهمد، قیامت را با پا میخیزاند. از کجا میفهمد یاسمن؟ اینجا ده هست مگر؟ یک شهری کلان. چرا پنهانی واخوریم تیمور؟ با اوله هایمان بگوییم فاتحه کنیم و بعد براحت واخوریم. این موضوع رو یک طرف گذار. اینش باز چی معنی دارد؟ چرا از همسرت جدا شدی؟ نشد امیر، از حد گذران. حیف است اکا. اوله چند ساله. راستی سال هاست که ینگه را هم ندیده ایم. باری هم او رو به خانه نآوردی. فکر مکن امیر، این موضوع دور و دراز است. بیا رایم که دیر شد. مهمانخانه دور است. من تو رو میبرم. سرم هیچ از خاریدن نمان. باز چی شد؟ هیچ چیز، هیچ گپ نه. بگو اینقدر ناز نکن. خیر، قرض 3 روزه مهمانخانه رو ندادم. هیچ گپ نیست، خودم حل میکنم امیر. این خیل نمیشود. پرداختش میکنیم. زیغ نشو. شیر بچه من، تو در حقیقت آدمی زوری. امیر گوش کن، اگر جای کاری یابم یک ضیافت از آن من. رفتیم. یاسمن ایست بگویم. یاسمن سرده مرو. تو رو در این وقت در کوچه پرتافته نمیروم. شین به ماشین. در نیمی راه پرتافته میروی و در کوچه پرتافتن دردت میکند؟ بی عقلی نکن. شین به ماشین میگویم. نمیشنم. راهگرد گفتم مرا شرمنده کردی. در اصل تو مرا شرمنده کردی. سرده مرو. یاسمن داد نزن. همه ما رو نگاه دارد. به ماشین شین میگویم. سرده مرو. یاری ده. بیا میگویم. آی دختر رو سرده میگویم. کی هستی رو از اینجا. رو. تو حالا کی بودنی من رو نمیدونی. حالا میبینه. تاکسی.
مردم دیوانه شدند. بیا رویم. حالا هم خواب نکردید؟ دختری خانه در کوچه گردد پدر چگونه خواب می رود؟ مرا ببخشید پدر جان، میدونم دیر کردم لیکن دوگانه هایم نماندن. دوگانه ها؟ یا اینکه رفیق؟ چه خیل رفیق؟ تو خودت چی بودنت را نقص می دانی؟ با من افسانه نخوان. گپزن خیر پدر، من راستش رو میگفتم لیکن پیکین ندارد. و هر دویتان گفتم، تکرار میکنم، دختری این آیله با نفری گپ زند تنها با مقصدی آیله داری، یا چون این نباشد آن دختر از این آیله نیست. پدر مقصدی ما هم آیله دار شدن است. نباشد در وقتی کوتاهترین آمده شناس میکنی، معقول دانیم، فاتحه میکنیم. فهمیده شد؟ خیر، خدا بختت دهد. تشکر پدر جان. چرا این رو با پدرم گفتی؟ ای بی من چی؟ مجبور کرد. به همین هم فهمیده است. چه خیل فهمید؟ من از کجا میدونم؟ نگفتم اما هیچ باورم نکرد. من راستش رو گفتم. چی مگر شما ایلادور نمیشوید؟ نمیدونم. چی؟ چی خیل نمیدونی؟ کار رو جدی گرفتم اما تیمور کیمچی ها میگوید با پدرم شناس شدن نمیخواهد. بعد چی میشود؟ او را به کجا بردی؟ در مهمان خانه می ایستاده است. تو رفته استراحت کن، سحر بر وقت می‌خیزی. اینجا سرد است. تشکر. پدر، آقای شفق شما رو پرسید. حتما بخوره میگوید. پگاه یک جای میرویم. با خاطر من کمی فخر کنیم آخر. چگونه فرزندی پدر بودن را همه ببینند. به امید من نشو پسرم. من دیگر آن پدری پیشینه نیستم. در اصل یشار حق است. از برای من شما بسیار عذاب کشیدید. پدر باور کنید به گفته های مردم ذره هم پروا ندارم. لیکن آن ناحقی که به شما کردند هضم کردن نمیتوانم. مجبورتون نمیکنم پدر. اگر حق گویید باور کنید هر کی به این کار دست دارد نزد قانون جواب میگوید. پسرم، در زندان وقت دیر میگذرد، لیکن ذهن مثل آب سیل میشود. یا خودت را میخوری یا آدم با عقل میشود و حضور مییابد. من راه دویم را انتخاب کردم. اگر در تقدیر دفتری نو گشادن باشد و ضمانت تقاضا کند راضی میشوم. لیکن تا آن وقت روزها میگذرد و روزی حساب کتاب سر میشود.
خدا مهربان است. بخیر است؟ چرا برآوردی؟ هیچ، همین طور. شرف، امروز بیمار خونه رفتیم. کودکی رو دیدم به مثل آمینا ماننی گویا که خودش بود. باز آمینه نباشد؟ تنها به دخترم مانن نبود. خواه؟ این گفته ها به تو حاضر افسانه می نماید، اما احساس میکنم که او گویا دخترم از شرف. تو سفسطه میگویی. مادر همینش نمیرسید باز. تو از عقل بیگانه شده ای دختر. فریده گفته هایت رو گوشوایت میشنود مگر؟ لیکن مادر جان گوش کن مرا. این اویله با یک عذاب سرجم شده است. باز تو به سرمان بلا نبیار. تو مرا شنیدی دختر؟ کنی خوره تخم ها هم تیار شده است. گرم. با من هم چای رزد. گلین کلچه قند ها رو زودتر بیار. آمدم. بویش آمد و خودش نامد. کلچه قند ها هم تیار. مرحمت. کنی مرحمت کنید. کمی سرخ کرده لیکن مالش مرحمت خورید. دخترم اویسته. عاقبت سرداسیمگی همین است. آفرین یاسین. گلیم جای شرف تموم شده است. نه نمی نوشم. بچه کمی برای پدرتون مونید. آقای خیریدین گیره دخیر با طبقت دست نزده ای؟ من از تماشای شما سیر نمی شوم. چقدر در حضرت دیدار شما. جانی من. کنی شما مرا نگاه نکنید. پدر جان با من می روید؟ می روم، البته می روم. شرف پدرت بیرون می باید. در جیبت مبلغ داشته باشی. شرف برای پدرت مبلغ می گویم. پرداخت ها مصرفی آشخانه دیگر مبلغ هم ندارم. لازم نیست، نباید. شغل در جیبم مبلغ هست. بیا آیسته آیسته میخیزیم. به همه اشتهایتان. اگر نفر سفر کردنی باشد جا هست. خیر پدر. خیر نباشد در ساعت آن را نقص خوانید. اشتهایتان. مالش پسرم. خیر من هم رفتم. شرف کودک ها رو هم میبردی؟ من انتظاری آنها نمیشم. کاری تاجیلی دارم. وقتی شما آمدن از دکان آن بگیری. شرف شنیدی میگویم؟ شنیدی مرا؟ شنیدم مالش پسرم.
яшар ба беморхона рафтӣ? боз чиро нигоҳ дорӣ писарам? чӣ хел вақт ҳаст? ба барвақти рафта бо Фархунда гап бизан, кӯдакро гир. шунидӣ маро? баъд ба ман занг бизан, ҳатман хабар де. хайр. кани зудтар бош духтарам. ёсин дафтарҳоятро гирифтӣ? гир инро. дасти хоҳаратро сар надеҳ, майлаш? майлаш, сар намедиҳам очаҷон. эҳтиёт карда равед. худо нигаҳбонатон бошад. роҳи сафед. модар, дастархонро ҷамъ кардам. чӣ, ман як коре дорам. гуфтам ки 1 соат бароям. эшин дар ҷои шиштат. маро ҳам девона накун. дар хона кори зиёд аст. ҳама ҷороро бучин кардан дар кор. охир дерӯз тоза карда будам. фаҳмиши тозагӣ то ҳамин қадар аст. ҳама ҷо ифлос. либосҳоро ҷамъ мекунем, дарзмолу ифлоси инҳоро бубин. инҳоро мешӯем. модар, ҳамаи инҳоро ҳафтаи гузашта шуста будам. тоза не ба фикрам. ҳозир ман меоям. дар атрофи хона чӣ кор дорӣ? ҳеҷ. ба дидани Хайриддин омадам. Хайриддинро чӣ кор мекунӣ? баъди ин қадар сол барои кори кардаат бахшиш мепурсӣ? чӣ хел бахшиш набоҳад? агар ҳодисаро нақл кунам, Хайриддин маро зинда намемонад. оғои ғолиб, пас дар атрофи хонаи мо чӣ чарх мезанӣ? магар баъди солҳо кашидани азоби виҷдонро сар кардӣ? баъди солҳо не. ман солҳост ҳар рӯз азоб мекашам. пас то ин вақт дар куҷое ки азоб мекашидӣ ҳамон ҷо рав. дар ин ҷо бисёр чарх мазан, рав. ин қарзи қисмати аввалам аст. барвақт меомадӣ пардохт мекардам. солҳост ки ҷамъ дорам. нисфаш нашуд, лекин хавотир мабош, ҳамашро пардохт мекунам. набоҳад, ту аз ман қарздор нестӣ. ҳастам. то дирҳами охир мегирӣ. фақат аз ин ҷо рав, ғолиб. аз Хайриддин дур бош. барои худат ҳам набошад, барои ман, барои оилаи ман. дигар корҳоятро мон. агар Хайриддин донад ки барои хонаасту қарз гирифтам, оилаам вайрон мегардад. мефаҳмӣ маро?
پدر؟ سلیم. لبای پدرم. شاد شدم جناب. کمیسرم درباره‌تون بسیار نقل کرده بود. تشکر پسرم. با اجازت شما. از پسی کارت شو. من یک رفته شفق را ببینم. مایلش پدر. مرحمت. تشکر. ببخشید اتاق تشخیص گوش و گلو در کجاست؟ در طرف راست آخری دهلیز. رحمت. سلامت باشید. فریده دخترم. ای فریده تو چی کار کردی؟ خدا اجرت را بیدیه. ببین کاری کرده ات را. بیمار خانه رفته است. من هم شدم خدایا. این چی بلاست که به سرم آمد؟ فریده این را از تو میپرسم. دادم اومدم. دختر جانم. در اینجا چی کار داری؟ در همین جا اسماعیلش. دخترم را گرفتنی آمدم. با تو گفته بودم یشر جرین با من میموند. فریده تو رو دیده است. چرا اینقدر نزدیک آمدی؟ دیوانه شدی مگر؟ برای من فرق ندارد. جرین موافق قانون دختری من است. کسی او را از من گرفته نمیتواند. موافق قانون من هم پدرش هستم. جرین رفتم دخترم. یشر بیخلی مکن. رفتم دخترم. من با او چند ایستادن میخواهم. جرین. اوچه. گوش کن مرا. مجبورم که جرین رو بگیرم. به این هم در گذشته یک خطا کردیم. نباید که این را فهمند. مگر من گفتم که او را بیدوست. همه کار برابری مادرت شد. هر چی که کرده باشد به خاطر ما کرده است. کاری شده شد. گوش کن. بیا به خوبی کار رو حل میکنیم. نمیشود. جرین با من میموند. بیا دخترم. فرخنده. اینقدر زنی یک روستی؟ میتوانید که زودتر آنید. مایلش. فرخنده به تو ایست میگویم یک دفعه ایستا. رو از نظرم یشر با مرکزی پلیس رفته. امیر رو میگم. دادرت پلیس نیست مگر همه اش رو با او میگویم. همه اتون رو فوش میکنم. نزد امیر میروی؟ دیوانگی مکن تو. مادرم مرا میکشه. سرده گفتم. سرده. کودکم رو میدوزد. یاری دهید. دخترم رو میدوزد. فرخنده. دخترم رو میدوزد. فرخنده چیکار کردی؟ این آدم دخترم رو دزدیدنی شد. چی؟ شما یک دقیقه با من بیایید. برادر سرده مرا. سرت رو در بلون مگذار. راه گرد. سرده. وای دروغ میگوید من پدرش میشوم. برادر سرده. زودتر جونکم. دردت رو با پلیس میگویی. فهمیدی؟ ای برادر من پدرش میشوم. انا بین حجتم را. راست میگوید. اطمینان داری؟ بله اویلشون رو از نزدیک میشناسم. آقای یشر پدری کودک. اکنون باور کردی؟ خاموش باش. تو چی کار کرده ایستاده ای؟ فرخنده همین جا بود. میدونم. سرمون رو به بلون مونده از اینجا روید. لبای مادر. چی؟ خواتیر مشه. فرخنده رفت. بعد نقل میکنم. چی خیر؟ فریده آمده ایستاده. ببنده. گوش کن نباهت خانون.
حاضر پسرت رو نجات دادم. اکنون نوبتی کلینت شد. پس از نصف روزی نزدت می آیم. آماده باش. ای خدایا خداوندا، این چی بلایی است به سری من اومد؟ فرخنده، تشکر به سلامت باشید. فریده؟ اپای گلسر بخیر است؟ چرا این طرف و اون طرف دولو دختری که میکنی؟ دیروز دیده بودم باید امروز هم می اومد. فریده جونم، کاری ناممکن است. وقتی دیروز گفتی من هم مراق کردم. کمی پیشتر دختر رو دیدم. در کجاست؟ رفتم. راست میگویی، به امینه مانند است، لیکن تنها مانند. امین هستید؟ فریده، التماس همین طور قبول کن. اول در قلبم تنها یاسین بود اپای گلسر. بس پره شد. لیکن کودک رو به دستم نگرفته گفتند که مرده است. غمگین نشوم گفتگو کردیم، گفتند مرده‌اش رو ندیدم و 7 سال گذشت. فکر میکنم که دیگر نمیآید. بله نمیآید. لیکن دلی مادر آخر اپای گلسر هیچ از یادم نمیرود. دردش مثل دیروز. سالها گذشت لیکن هیچ تغییر نیافته خیرالدین برادر. صورتمان تغییر نیافته باشد هم سیرتمان خیلی دیگر شده است. تقدیر خیرالدین، تقدیرت همین بوده است. شکر که همش گذشت. شکری بیاد. خیر چیکار میکنی اکنون؟ منظورم نفرانی که خیانت رو به تو کردن و یا سپارش دادند. نمیدانم این موضوع دنبالم را سر میدهد یا نه، اما من این موضوع را دنبالگیر نیستم شفق. من تنها آسایش میخواهم. درستش همین است خیرالدین. در این سن و سال چی خودت رو به بلا آلوده میکنی؟ به خدا حواله کردم. بگذار به خواست خودش حکم کند. گلویم را گرفت. مردی در نزد امیر بوده را دیدی؟ پدر امیر کمیسر آزاد شده است. چقدر مبلغ دزدیده بوده؟ زندانی شد و باز برآمد. مبلغ باقی مانده اش برایش همچون فایده ماند. با نزدیکی پسرش هم سر میکند. بیهوده گویی نکن، کمیسرم چون این برادر، سیب در نزد درخت خودش میافتد. او هم مثل پدرش دوست میشود. کمیسرم تو چی گفتی؟ کمیسرم کمی پیشتر چی گفتی تو؟ کمیسرم هیچ چیز نگفتم. گفتی حاضر سخنهایت را تکرار میکنی وگرنه حالت بد میشود. کمیسرم چیزی بدی گفتنی نبود. چیزی نگفتم کمیسرم. گفتی یا نگفتی؟ گفتم. اکنون تکرار کن. گفتم که او هم مثل پدرش دوست میشود. چی گفتی؟ من را ببخشید. باری دیگر نسبت پدرم سخنی ناسزا گفتن را شنوم نسخه نمیگیرم، رویت را هموار میکنم. شرم نمیکنی؟ نادانسته سخن میکنی. اگر به سری تو همین کار آید تهمت کنند، از عاقبت مردم سخنهای ناسزا گویند، خودت را چطور حس میکنی؟ راست میگویید کمیسرم، مرا ببخشید. ایستید پدر. پدر 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 چرا مرا تعقیب میکنی؟ پدر، برای شب گذشته چه خیل بگویم؟ در اصل چنین گفتنی نبودم. خودم را داشته نتوانستم و پدر ایسته پدر. پدر باز چی گفتم؟ باز چی کار کردم؟ میگویند که کبک از دهان خودش تیر میخورد. راست هستم این گپ. باز چی گپ شد؟ هیچ چیز نه. نپرس. بخیر است. اینجا چی کار میکنی؟ من؟ هیچ.
برای دیدنی دادرم اومدم. حق ندارم. سلامت باش اکا، سلامت باش. حاضر وقت اون نیست. در نزدیک دارم. میتونیم صحبت کنیم؟ مایلش انتظارم. مایلش خیر. خوب مایلش چرا شیر بچم؟ فرخونده باز چقدر میتوانی مانع شوی؟ از پنهان شوی بیزار شدم. هرچی بود و بود. امیر را میجویی؟ حاضر برآمد. یاسمان چرا اینجا آمدی؟ از روزهای اول مرا شرمنده کردن میخواهی؟ پدرم مناسبتمون را فهمیده است. میخواهد با تو شناس شود. چی؟ گوش کن یاسمان، تو را رنجاندن نمیخواهم، لیکن با پدرت نیت شناس شدن ندارم. تو دختری با عقلی، کاری کرده به پدرت فهمان. خواهش دارم. چگونه اینقدر براحت شده میتوانی؟ پدرم مجبور دارد. به تو میگویم حالتم خوب نیست. من کار دارم. التماس رو بکنون. شب گپ میزنیم. یاسمان تلفن. گلاسر تو دیوانه شده ای؟ چی گفته آمدی؟ برای گرفتنی امانت آمدم نباهت خانم. یک چند هزار گفتم کو، مثال 2000 و یا 3000. ندارم گلاسر، ندارم. میفهمی یا نه؟ شاید وقتی اقرار شدن هم رسیده باشد. چی میگویی نباهت خانم؟ بس است گلاسر، من در وقتش به تو برای خدمتت برزیاد مبلغ دادم. از این در برایت نان نیست. به این هم تو کاری کرده نمیتوانی. چرا اینقدر مطمئنی؟ زیرا تو هم همراهی در این کار. آنقدر دیوانه نیستی که خودت رو سوزانی. اپا گلاسر. فریده بخیر است؟ در اینجا چی کار میکنید؟ فریده با تو صحبتی مخفی دارم. مرحمت اپا گوش میکنم. در اینجا نمی شود. به ساحل رویم. نمی شود اپا. وزیر باید اینها رو به خونه برم. مادرم جنگ میکند. نباشد بعد از 1 ساعت میلش؟ کوشش میکنم که بیایم. در کدام موضوع گپ میزنیم؟ درباره دوگانی که امینه. درباره دوگانی که امینه؟ 1 ساعت پس. به هیچ کس نگوی. به هیچ کس. زودتر باش برادر.
مرحمت به شما کی لازم؟ محسنی دارباز را میشناسی؟ میشناسم و اینجا نمی آید آخر. از کجا یابم برا؟ او را چیکار میکنی؟ کی ها آمدند؟ مادر سراسیمه بر اومدم. شما در خانه نبودید که خبر دهم. دخترم از حد گذراندی. از خانه پنهانی گریختن چی معنا داشت؟ خیر این چی؟ کرتای کدامش؟ کرتای شرف یا از آن امیر؟ نشناختم. احمق با کجا میروید؟ در کجا قمار بازی میکنند؟ اینجا قمار بازی نمیکنند. چشمان تو رو کشوی چشمان چی شد؟ این رفیقمون چرا گریخت؟ پدر این کس رو چیکار میکنیم؟ با ما یک نام رو میگوید. همین خیلی دارباز. اکا من نمیدانم. نپرسیده چخیل میگویی که نمیدانی. اکا نباهت تو از من قرضدار نیستی. باشه هم تا درهمی آخرین آشد شود. غالب حساب و کتابی بین ما با ثبتای محاسبی تازه نمیگردد. تو مرا گوش کن. به راحت رو نمیرم و زنده مانم باز رو برو میشویم و قرضم رو پرداخت میکنم. نباهت انا نباهت سند امضا شده را دراندم. همش تمام شد. دعا کن که تمام شده باشد. شکر که فراموش نکرده ای پدر. پسر ما از خاکی کوه نیم. قطاره شرق هم دیر کرد. حاضر می آید خواطر ما باش. ممکن ساعتی من نادرست است. ساعتی تو چند شد محسن؟ اکا تو مرا کشتنی ها؟ توبه تو از دست خودت میمیری. دارباز من میدانم که تو شاهدی پنهانی شده مرا تهمت کردی.
لیکن زور تو به من نمیرسد احمق. تو را که خرید به فرمانی کی مرا فروختی ها؟ اکا با خدا کسی نیست، باور کن من تو را تهمت نکردم. غلامت شوم مرا سرده، من دیگر کسی را نمیدانم. قسم میخورم اکا چون این رفتار درست نیست. شما چیخل پلیسه؟ من پلیس نیستم محسن. آن نفری که نامش را نمیگویی حیاتم را سوزانده است محسن. او را به خدا حواله کردم محسن، لیکن وجدانم مرا آرام نگذاشت. هرچی نسبتی من بگویی چیزی نمیگویم، اما نسبتی تحقیری عائله‌ام فرزندانم خاموش بودن نمیتوانم. نام آنی را که حیاتی مرا سوزانده است باید بگویی محسن. اکا میدونستم میگفتم. اکا من زن و فرزند دارم، التماس مرا ببخشید. این کس نیتی گپ زدن ندارد. رهایم کنید. به حالش گذاریم پدر، بلو به پسش. قطار هم آمد. راست میگویی، وقت غنیمت است. در درون به این هم وقتی زیاد را از دست دادم. مرا رها کنید، رها کنید مرا رها کنید اکا غالب شما را تهمت کرد. غالب دروغ میگویی. اکا قسم میخورم به خدا غالب است. دروغ میگویی. به خدا راست میگویم. غالب کرد. او خواست که نسبت دروغ بگویم. دلیل های را که آنجا گذاشت من نمیدونم، لیکن غالب مرا چون شاهد نوشت. قسم میخورم غالب بود. غالب نباید باشد. این ناممکن است امیر. نباید. اکا به خدا قسم میخورم که راست میگویم. رو از اینجا. پدر شما خوبید؟ برادری خونی من بود. پدرش را پدر میدانستم. دادرم بود. دادرم. او دادری من بود. خوش آمدی اکا یاشار. پدرم نیست آخیر؟ نه بیایید. پسرم آمده است. پسرکم. مادر خوشرویه که من طاقت دوریت نکردم و باز آمدم. خوب کردی. بیا فریده، دخترم رفته نان بیار. من روم. در خونه نان نیست، من رفته بیارم. خیر کنی گپ زن. چی شد؟ کودک رو گرفتن نتوانستم. فرخنده داد و فیغان کرد. این کار از چهارچوبه برآمد. پدر؟ چی شد؟ هر دویتان غمگین می نماید؟ بعد می فهمانم.
دادا جان. آها کیا آمدن؟ خوب هستی؟ خوبم. آها کنی گذر. پدر بیبی جان. ای شیری نکنی بیبی. از در پیش کنی از بام می درآید. من رفته ایستاده بودم. شین همه شنید. به همه اهل عائله یک دو سخن دارم. تو هم گوش کن. تمام که شد می روی. تا امروز از برای من از روی تهمتی که بر من کردند سرخم گشتید. لیکن روزهای نزدیک سرطان باز بالا می شود. بر روی مردم نگاه کرده شرم نمی کنید. پدر من می توانی بروی. من گرسنه هستم. فریده کجاست؟ فریده کیست؟ من میایم.